سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من امیرم و اینجا هم چنل کال آف دیوتی منه. خوشحال میشم با سابسکرایب و لایکتون به من انرژی بدید و واسم کامنت بذارید تا بتونم محتوای بیشتری واسهتون بسازم و تولید کنم، سطح بازی من بره بالاتر و شما لذت ببرید. بچه ها، ویدیوی دوم ما که بعد از این ویدیو بعد از 2 روز تقریبا آپلود میشه، یک آموزش جامع در مورد پرک هاست. یعنی پرک ها رو توش براتون توضیح میدم، پس حتما زنگوله رو بزنید تا اون ویدیو رو ببینید و خلاصه برید اشغال کنید با اون ویدیو. ما اینجا افتادیم وسط 40 نفر، دیدیم 2 تا زون آخره، الان میان میکشنمون. چطوری 40 نفر تو این 2 تا زون زندن دیگه؟ خلاصه به خودمون اومدیم دیدیم آره دیگه 2 نفر اون جلو و ما سعی کردیم با اسنایپ بزنیمشون و تا من زدم نخورد آخر. ولی ببین چی کارشون کردم. اینجا سریع وایسم باز کردم، بستم به رفیقم گفتم میدی 2 نفر که جلومو داشته باشه. اینجا زدم یکی خورد به یارو، هدشاتش کردم. من تو تنها گانی که واسش ادعا دارم یکی اشتیاره، یکی هم سویچ بلید. یعنی واقعا این دوتا من واقعا توش مهارت دارم، یعنی تو سویچ بلید و HDR واقعا مهارت دارم. شاید بگین HDR مگه اسنایپر، مگه گانه تو بدن یارو میزنی عوض این که چیز کنه بیاد آرمور طرف رو بپرونه هیت مارک میده؟ چرا اینطوری میکنی؟ ولی واقعا بچه ها یه HDR یه گان خفنه که فقط اتچمنت خوبی میخواد. اتچمنتش هم تو ویدیو بعد واسهتون میذارم، از 5 تا لوداتی که خودم استفاده میکنم و آموزش پرکا، پس خیالتون راحت باشه از این موضوع. خلاصه ما اومدیم اینجا ایدراپ یا آرمور گرفتیم و 5 نفر هم زندن تو این زون که زون دوم یا سوم هست. رفیقم هی میگفت این بالا برجک بالا میدکن، نفتی گازه هرچی هست بالا این برجک آدمه. من هی نگاه میکردم میگفت نیست. آخر بازی که رفتم تو لابی بهش گفتم داداش اشتب میزنی یا درگ مرگی چیزی زدی داداش؟ اینجا کسی نبود. میگه آره کسی نبود، من فقط لوله گانشو دیدم و زدم بهش. فکر کنم سوسای پروپلیری این آقاست. حالا بعدن اوکی میکنیم. این داداشمون هم قراره چنل یوتیوب بزنه، پس حتما هوامون رو داشته باشید. خلاصه هشتگ اتحاد دیاکو دیگه، خودتون واردتر از من این دیگه میدونین داستان چیه. اینجا هم مثلا ما اومدیم از این پشت دورش بزنیم که یه 2 به تگ ساده بود، ولی منتها یارم میگفت اون بالا ولی من کسی رو نمیدیدم. اینجا رفتم تو خونه، اینجا نتم یه خورده ضعیف شد، رفتم کانکشنمو چک کنم، سریع چک کردم، بعد اومدم که راش بدم دیگه. الان ببینید چی میشه دیگه. اومدم راش بدم در جا یارم زد، یعنی درود بر شرفش، هدشات کرد. خب برای آموزش لگ هم کافیه که به توی about phone و روی شماره ساخت یا بیلد نامبر یا نسخه شمی هرچی هست 7-8 بار کلیک کنید تا حالت برنامه نویس باز شه. وقتی که باز شد بیایید و گزینه اجبار کردن 4x MSAA رو بزنید، اینطوری کلی از لگتون کم میشه. گود بای.